این کتاب تاجیکان است، کتابی که 30 سال پیش هر یک نفر آرزوی خواندن آن را میکرد و آن را با مشکلی پیدا میکرد. تاجیکان توسط مطالعه آن ما که بودن اجداد و گذشتگان خود را دانسته میگرفتیم. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اینک شاهاثر باباجان غفوروف کتاب تاجیکان به ناحیه واسه رسید. این روز را ساکنان ناحیه انتظار بودند. چاپ کتاب باباجان غفوروف تاجیکان برای هر یک تاجیک و تاجیکستان یک افتخار است. از آن جمله بنده سالها افتخار داشتم که صاحب چنین کتابی مقدس باشم، ولی امروز با تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت این کتاب نصیب من گردید و راستی گپ که نشر کتاب تاجیکان گمان میکنم یک مرحله نوی در خودشناسی و خودآگاهی ملت تاجیک است و کتاب تاجیکان از هر جهت خیلی در سطح بلند علم نگاشته شده است و بعد از چاپ کتاب تاجیکان در علم تاریخ شناسی اتحاد شوروی یک مرحله نوی تاریخ نویسی به وجود آمد. وقتی که کس این کتاب را میخواند میبیند که مؤلف با بسیار مأخذهای علمی از جهت علمی رد نشونده اثبات نموده است که تاجیکان چه خیلی تاریخ کهن و چه خیلی تاریخ بای و رنگین دارد. براستی که وقتی که سالهای 70 این کتاب نشر شده بود، حتی در کمیته مرکزی KPSS هم نسبت به این کتاب توجه راهبران دوری افزوده بود و این کتاب از جانب راهبران سیاستمدار آن دوره بهای بلند گرفت. من هم تو تاجیک گفتنی هستم که کتاب تاجیکان نه تنها تاریخ بایوگری و فرهنگ ملت تاجیک را کشف کرد، بلکه دایر به بسیار ملت‌های دیگری آسیای میانه و پیدایش و تشکل این خلق‌ها نیز سرچشمه خیلی مهم تاریخی به حساب می‌رود و کتاب تاجیکان برای مردم تاجیک بعد از نشر کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبی تاجیک سال 1926 در شهر مسکو چاپ شده بود، دومین کتابی است که مردم تاجیک را به جهانیان معرفی می‌نماید. طوری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه اشون 26 دکبر سال 2019 قید کرده بودند ارزش علمی این اثر بنیادی به نهایت بزرگ است و باباجان غفوروف با زحمت چندین ساله خود ما و مردم جهان را با صحیفه‌های تاریخ رنگین ملتمان آشنا کرد. چاپ این شاهاثر و دسترسی تمام مردم کشور گردانیدن آن گسترش احساس وطن دوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفتناکی جامعه ما همه جانبه مساعدت خواهد کرد. امروز تحفه بی‌نظیر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کتاب اکادمیک باباجان غفوروف به ناحیه واسه دسترس کرده شد. ما این تحفه بی‌نظیر و نادر پیشوای معظم ملت را انتظاری کشیدیم و باید یک چیز را قید کرد که کتاب علامه باباجان غفوروف دایر به سرنوشت مردم تاجیک ایجاد گردیده است. در این کتاب دوره تشکلیابی مردم تاجیک از زمان باستان تا زمان نو، یعنی معلومات های etnography، لینگویستیکی و باستانشناسی گرد آورده شده اند و طبق سرچشمه های تاریخی یعنی در کتاب مذکور دوره تشکلیابی مردم تاجیک از زمان جامعه ابتدایی و بعدتر به ساخت غلامداری گذشتند و از ساخت غلامداری به ساخت فئودالی و دوره تشکلیابی ساخت فئودالی همچنین زندگی مردم تاجیک در عصرهای میانه و تا انقلاب اکتبر یعنی تا به زمان کپیتالیستی گذشتن معلومات های مفصل گرد آورده شده است. باید تذکر داد که کتاب تاجیکان باباجان غفوروف در تشکل تفکر هر یک شخصیت برای بلند برداشتن حس خودشناسی، برای شناخت اصالت ملی و مساعدت کرده از این رو خواندن و مطالعه کردن آن برای هر یک فرد تاجیک بخصوص برای هر یک جوان کاری یعنی مقدس و همچون یک کاری فرضی به شمار می رود. کتاب تاجیکان طبق نقشه معین شده در جماعت شرق و جماعت‌های دهات به اولها دسترس کرده می شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.